سلام و ارادت خدمت شما دوستان عزیزم. به ویدیوی آموزش یادگیری انفجاری زبان انگلیسی خیلی خوش اومدید دوستان گلم. اسم این روش رو من گذاشتم گریت به معنی رنده و این یکی در واقع اسم کاملا من در آوردیه. به دلیلش هم اینه که ما قراره یک ویدیو رو بگیریم و با هم به صورت کامل رنده کنیم، یعنی جملاتش رو بشنویم، تک تک کلماتش رو برای شما دوستان عزیز پلی کنم، بشنوید، معانیش رو ببینیم و زیر و رو کنیم این ویدیو رو. دوستان گلم، یک ویدیو من درست کردم و من شما آموزش دادم که چطور روزانه فقط با کمتر از 10 دقیقه در روز میتونید در واقع زبان انگلیسیتون رو در واقع بهبود بدید و به یه لول بالاتر ببرید و روش کاملا مسلط بشید. اگه اونو ندیدید ببینید. این ویدیویی که الان تقدیم شما میشه در راستای همون ویدیو هست، ولی من اعتقاد دارم که این کاری که ما الان میخوایم با هم دیگه انجام بدیم در واقع بهترین روش آموزش و یاد گرفتن زبان انگلیسیه و فرقم نمیکنه لول شما توی زبان انگلیسی چی باشه. هر لولی که باشید این میتونه برای شما در واقع اتفاق بیفته. دوستان گلم، کاری که ما میکنیم، من پلی میکنم جمله اینی که شما دارید اینجا میبینید در واقع مال یه تد تاک هست که قبلا راجعش صحبت کردم، دوباره نمیخوام توضیح بدم. تو این ویدیو شما نگاه میکنید که ظرف کمتر از 3 دقیقه این دوستی که در واقع اینجا تو تصویر میبینید راجع به موفقیت میخواد صحبت کنه. خب و ما دونه دونه جملاتی که این میگه رو پلی میکنیم، میشنویم و بعد دونه دونه معنیش هم که حالا من امیدوارم شما رفقای گلم این پایین بتونید ببینید. حالا نمیدونم چقدر در واقع سایزش برای شما، امیدوارم مناسب باشه. حالا اگه مناسب نبودم براتون میخونم و بعد کلمات رو هم دونه دونه قراره که با هم دیگه ببینیم. یه سری کلمات ممکنه برای شما ساده باشن، یه سری ممکنه برای شما ساده نباشن و شما اون کلماتی که دوستان گلم براتون ساده نیستن و معناش رو نمیدونید داخل یه دفترچه باید بنویسید. یعنی که آقا این کلمه برای من جدید بوده که اگه تو ویدیو بعد به اون کلمه برخورد کردیم اونو بتونید یاد بگیرید. توجه کردید؟ پس الان شما یه کاغذ خودکار نیاز دارید و بعدم که حالا قراره استارت این ویدیو رو با هم دیگه بزنیم. خیلی خوب، اولین جمله رو بچه‌ها با هم دیگه بشنویم. This is really a 2-hour presentation I give to high school students. Cut down. خب یه بار دیگه با هم بشنویم. This is really a 2-hour presentation I give to high school students. Cut down. خب This is really a 2-hour presentation I give to high school students. خب رفقای گلم، همین جمله‌ای که الان من 2 بار برای شما پلی کردم و شنیدید رو شما باید تکرار بکنید. خب یه نکته هم بچه‌ها بهتون بگم، لینک این ویدیویی هم که در واقع دارید الان میبینید که مال تد هست رو من داخل دسکریپشن براتون گذاشتم، میتونید روش کلیک کنید و تشریف برید ببینید. پس میگه this is، خب this یعنی چی؟ اینو با هم دیگه ببینیم. this in really من اینو بیارم اینور که شما ببینید معنی کلمه رو. presentation یه بار دیگه. presentation میشه چی؟ میشه ارائه، معرفی، بیان، در واقع تقدیم، نمایش. give دادن. های اسکول استودنت که میشه دانش آموزای در واقع دبیرستانی رو بهش میگن. پس یه بار دیگه با هم دیگه جمله This is really a 2-hour presentation I give to high school students. Cut down. خب حالا جمله بعدی رو بریم. Down to 3 minutes. cut down to 3 minutes. Down to 3 minutes. Down to 3 minutes. cut down to 3 minutes. cut میشه در واقع بریدن، برش دادن، قطع کردن، کوچیک کردن. cut down بچه‌ها یه اصطلاحه. down الان بزنم ببینید پایین موجا cut down میشه کم کردن، پایین آوردن. 3 minutes هم که کاملا مشخصه یعنی 3 دقیقه. بریم جمله بعد با هم دیگه ببینیم. And it all started one day on a plane on my way to TED. خب یه بار دیگه با هم دیگه بشنویم. And it all started one day on a plane on my way to TED. یه بار دیگه. And it all started one day on a plane on my way to TED. And it all started one day on a plane on my way to TED. و همه چیز یک روز در هواپیما وقتی که در واقع داشتم به حالا برای رسیدن به کنفرانس تد می اومدم شروع شد. توی اینجا بچه‌ها من میخوام کلمه plane رو شما plane هواپیما بچه‌ها صفحه و سطح هم در واقع معنی میده. started هم باید بشنویم. started شروع کردن، آغاز کردن. خیلی خوب بچه بریم. 7 years ago. 7 years ago. یه بار دیگه. 7 years ago. که میشه 7 سال پیش. حالا اینجا رو بریم با هم دیگه. And in the seat next to me was a high school student, a teenager. خب یه بار دیگه بشنویم. And in the seat next to me was a high school student, a teenager.
یه بار دیگه And in the بشنویم. seat next to me was a high school student, a teenager. خب چی میگیم؟ And in the seat next to me was a high school student, a teenager. And in the seat seat, صندلی. next to me بچه ها میشه چی؟ میشه کنار من. was a high school میشه در واقع high school student میشه دانش آموز دبیرستانی. teenager teenager, 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 نوجوان. teenager میشه نوجوان. خیلی خب بریم جمله بعد. And she came from a really poor family. 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 خب داره چی میگه؟ و اون دختره came from از یک خانواده چی بود؟ poor, فقیر. poor, فقیر. poor فقیر. And she wanted to make something of her life. And she wanted to make something of her life. And بس she, ببینید and she wanted نمیگه she wanted. رفقای گلم که میخوان PT امتحان بدن، میخوان آیلتس امتحان بدن، ارزم به حضور شما از تافل امتحان بدن، she wanted بچه ها خیلی فارسیه. خب and she wanted to make something of her life. she wanted یه بار دیگه wanted to make something of her life. and she ببین نگاه کن چه مکسی میکنه رفقای گلم. ایناست که شما رو تبدیل میکنه با یه آدم نیوه. and she wanted to make something in her life. ببین چقدر اصلا میگیم مونوتون، خسته کننده است. توجه میکنی؟ and she wanted to ببین یه بار دیگه ببین. She wanted to make something. She wanted to make something of her life. And she wanted to make something of her life. And she wanted to make something of her life. And she ببینید بچه ها اینجوری همینجوری که من الان دارم میگم شما باید در واقع تمرین کنید. want رو داشتیم دیگه نمیزنم. make رو با هم ببینیم. make. خب ببین میگه make ساختن، درست کردن، ایجاد کردن، انجام دادن، اینا همش میشه. خب مثالش هم اینجا دارید میبینید. عرضم به حضور شما منتها معانیش چی میشه؟ متفاوت میشه. حالا میخواست and she wanted to make something of her life. اون میخواست چیزی از زندگیش بسازه، یعنی میخواست که میخواست زندگیش مثل زندگی خانواده‌اش که فقیر بود اونطوری طی نشه. ببینیم بعدیشو. She asked me a simple little question. She said, ببینیم یه بار دیگه. she asked me a simple little question. She said, And she asked me a simple little question. And she asked me a simple little question. یه بار دیگه بشنویم بچه‌ها. she asked me a simple little question. توجه کردین؟ خب حالا asked ببینید چجوری میگه. یه بار دیگه. asked. خب معناش چی میشه؟ پرسیدن، خواستن، جویا شدن. simple ساده، راحت. ببینید بچه معانی باز میگم متفاوتی داره. معانی دیگه اینجا شما دارید میبینید، میتونید یادداشت بکنید، منتها تو جملات باید معنی بشه. little question لیتل نیست. she میگم فارسی اینجوری and she asked me a simple little question. این فارسی عزیز دلم اینجوری نباید بگید. and she asked me a simple little یه بار دیگه little question. ببین question رو ببین. question. از من یک سوال کوچیک پرسید. She said, what leads to success? She said what leads to success. She said what leads to success. ببینید بچه چی جوری جملاتو میگه، میره بالا میاد پایین. ببین ما تو فارسی هم همین کارو میکنیم دیگه. منم که دارم با شما در واقع گفتگو میکنم همین کارو دارم میکنم. یه جا صدامو میبرم بالا، یه جا میارم پایین، یه جا آروم صحبت میکنم، یه جا بلند صحبت میکنم. برای اینکه اگه ما مرتب بخوایم همینجوری به قول معروف تو یه سطح تو یه سرعت صحبت بکنیم خسته کننده میشه برای مخاطب ما. ببین چی جوری میگه، یه بار دیگه گوش کن. She said, what leads to success? And she said what leads to success. ببینید بچه وقتی سوالیه خب what lead to success میره بالا ته جمله. اگه صدا رو دقت بکنید what lead to success. ببین She said, what leads to success? خب she said که معلومه what leads بچه leads رهبری کردن، سوق دادن، هدایت کردن. lead بچه خود leads نه، در واقع تلفظش میشه led.
در اون حالت خاص میشه معنای سرب هم میده. پس LED اگه LED خونده بشه میشه سرب. حالا خیلی برای شما قابل شاید استفاده نمیشه، اونایی که شیمی کار میکنن اینو باید بدونن. اما leads رهبری کردن، leader میشه رهبر. Success. success ببین success موفقیت، پیروزی. گفتش که چی باعثه، چه چیزی منجر به موفقیت میشود. یه بار دیگه حالا بریم جمله بعد. And I felt really badly because and I felt really badly because and I felt really badly and I felt really badly and I felt really badly. and I felt really badly because خب معنا رو با هم دیگه ببینیم. felt Felt. احساس. ببینید رفقای گلم توجه. ببین felt felt در واقع چیه؟ میشه احساس کردن، حس کردن. فعلش میشه feel، گذشته شده felt. حالا چرا اینجوری گذشته شده؟ چون جزء افعال بیقاعده است دوستان گلم و توی یه ویدیو 680 از این فعلا رو من اومدم جمع کردم، برید ببینید. تو عرضم به حضور شما هم تو پلیلیست گرامر هست، هم تو پلیلیست اصطلاحات انگلیسی هست. really badly خیلی bad. یه بار دیگه جمله رو and I بشنوید. felt really badly because خیلی. حالا بعدیش I couldn't give her a good answer. So I get up ببین یه بار دیگه بشنوید بچه‌ها. because I couldn't give her a good answer. Because So I I get up couldn't give her a good answer. Because I couldn't give her a good answer. ببین because I couldn't give her a good answer. I couldn't So I give get her up a good answer. I couldn't give her a good answer. Because I couldn't give her a good answer. ببین اینقدر باید بگی تو همین جوری چیکار کنی بتونی اینو مسلط بگی. ببین یه چیزی هم بهت بگم رفیق گلم، بعضی از شماها ممکنه 2 بار نیاز داشته باشی اینو اینجوری بگی تو بتونی because I couldn't give her a good answer. Because I couldn't give her a good answer. I couldn't give her a good answer. Because I couldn't give her a good answer. بعضی از شما ممکنه 30 بار نیاز داشته باشین، اصلا اشکالی نداره. ضمن اینکه این ویدیو رو که الان داری نگاه میکنی هر چقدر که تونستی همراهی کن. خب یه بار دیگه. because I couldn't give her a good answer. خب So I get up Because. چون Could. could NT. couldn't Could. could میشه چی؟ میشه میتوانست. couldn't نتوانستم. give که Give. داشتیم. خب answer Answer. پاسخ دادن، پاسخ، جواب. خب بعدی رو بریم ببینیم. I get off the plane and I come to Ted. And I think ببین یه بار دیگه گوش کنیم. I get off the plane and I come to Ted. So And I think, get off the plane and I come to that. I get off the plane and I come to Ted. خب And I think, داره میگه چی؟ میگه از هواپیما پیاده شدم and I come to that و اومدم حالا به این کنفرانس TED TED هم قبلا هم گفتم دیگه Technology Entertainment Design هست. وبسایتشون هم قبلا معرفی کردم، باز داخل دسکریپشن ویدیو میتونید ببینید. خب get off ببینیم با هم دیگه. Get. ببین بچه get خیلی معنی داره. میبینی رسیدن، زدن، به دست آوردن، کسب کردن، فراهم کردن، زایش ببین اینا همه معناشه. خب منتها get off میشه چی؟ میشه پیاده شدن. من اگر میخوام بگم از هواپیما پیاده شدم چی باید بگم؟ I get off the plane. ببین plane هم بالاتر داشتیم نگو معنیش دیگه نمیدونم. I get off the plane. get off میشه پیاده شدن هواپیما. حالا تو یه ویدیو دوباره من اومدم 200 تا فعل فقط با get به شما گفتم که باز اون توی پلیلیسته ارزم به حضورتون اصطلاحات زبان انگلیسی هست، اونو برید ببینید. 200 تا فعل، 200 تا کاربرد فعل get رو من اومدم گفتم. and I come to that. come که مشخص آمدن، to that اومدم به ت. بعد اینجا رو I ببینید. think, geez, I'm in the middle of a room of successful people. خب بعضی جمله ها طولانی تره. I think, geez, I'm in the middle of a room of successful people. And I think, geez, I'm in the middle of a room of successful people. And I think, geez, I'm in the middle of the room of successful people. And I think, geez, I'm in the middle of a room of successful people. خب بریم دونه دونه با هم دیگه ببینیم. Think. رفقای گلم think هست، think نیست، think هم نیست. ما اینجا یه شوخی با رفقای چینی میکنیم چون چینی‌ها TH رو اصلا هیچ رقمه نمیتونن بگن، همشون میگن think. I think. خب یا مثلا میخواد بگه thank you میگه thank you. خب thank هم میشه معناش غرق کردن. ما این دوستام شوخی میکردم، یه همکار چینی دارم
هی به من میگفت thank you. بعد بهش گفتم او تو چقدر منو میخوای غرق کنی، خودش قشقش میخندید. think مثل سهی که تو سه نقطه که حالا تو عربی داریم، دیدی بعضی سهشون میزنه میگه سلام، ثوب، اینجوری ثوب بخیر، سهاشون میزنه همونجوری بگو، اغراق‌آمیز بگو، اصلا بگو think، کاملا اغراق‌آمیز. یواش یواش یاد میگیری که اینو چجوری باید بگی. یه بار دیگه بشنو. think, 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 think jeez. G's, خب ببین رفقای گلم، جیز در واقع همون حالا مخفف کلمه جیزز هست، منتها بعضی از اینا حالا شما میشنوید چون خیلی مثلا فاز مذهبی ندارن جیزز نمیگن، و یا مثلا میبینیم مثلا او مای گاد، اعتقادی به خدا اینا ندارن، مثلا میگه او مای گاش، او مای گودنس، کلمات اینجوری استفاده میکنن. I'm in the middle. ببین اینو middle, middle, middle middle, میانه، میان، مرکز، وسط. I'm in the middle of a room of successful people. و فکر کردم وای خدای من در وسط اتاقی پر از افراد موفق هستم. خب بریم با هم دیگه ببینیم چی میگه. So why don't I ask them what helped them succeed and خب یه بار دیگه. So why don't I ask them what helped them succeed and So why don't I ask them what helped them succeed? So why don't I ask them what helped them ببین چه جوری با کلمات بازی میکنه، چه ریتمی داره. So why don't I ask them what helped them succeed? So why don't I ask them what helped them succeed? ببین چی میگه. Why don't I ask them؟ پس چرا از اونها نپرسم what helped them؟ آقا اینجا help اینم گذشته است که بله help هم گذشته است. helped یه بار دیگه گوش بده. helped, یه بار دیگه. helped, یه بار دیگه. helped, یعنی چی؟ یعنی کمک کردن. چرا اینجا ایدی گرفته؟ به خاطر اینکه این رو بهش میگیم regular verb. regular توجه میکنی؟ یعنی با قاعده، افعال با قاعده یا ایدی میگیرن، مثل این که اینجا میبینید شما رفقای گلم، یا دی میگیره انتهاش اگه ای داشته باشه. help them succeed. succeed رفقای گلم ببین اینجا اینو بیارم یه برتر ببخشید. succeed میشه موفق شدن. success موفقیت، succeed میشه موفق شدن. what helped them succeed. یه بار دیگه گوش کن. succeed, یه بار دیگه. یه بار دیگه. یه بار دیگه. succeed موفق شدن. بریم جمله بعدی. pass it on to kids. and pass it on to kids and Pass it on to kids. یه بار دیگه. Pass it on to kids. and pass it on to kids and pass it on. خب ببین کل این جمله‌ای که الان شما دارید میبینید سوالیه. So why don't I ask them what helped them to succeed and pass it on to kids. خب حالا pass میشه چی؟ pass, قبول شدن، گذراندن، پاس کردن، رد شدن. حالا pass on میشه انتقال دادن. ببین pass on میشه چی؟ میشه انتقال. pass it on. اینا افعال دو کلمه ای عزیزانم. در یک ویدیو 1160 فعل دو کلمه ای رو برای جمع کردم برای اولین بار در تمام یوتیوب. 1160 تا. برید ویدیوشو ببینید. باز توی پلیلیست اصطلاحات ارزم به حضور شما انگلیسی هست، انتهای ویدیو به پیشنهاد بکنم. pass it on رفقای گلم. pass it on این ایت بین فعل و اون حرف اضافه بعدش اومده. دقت کن خواهش میکنم. pass it on ایت چیه؟ این ایت این به چی برمیگرده؟ what helped them succeed. چی باعث موفقیت اونا شده و چی و اون چیزی که باعث موفقیتشون شده رو pass it on to kids. خب ببین نگاه کن این بابا حالا ببین چی کار کرده. همین آقایی که شما دارید اینجا میبینید ببین چی کار کرده. بعد اینو میخواد به کی منتقل کنه؟ اینو میخواد به بچهای دبیرستانی منتقل کنه. یه جمله بگم، ببخشید شعارم نمیخوام بدم، نمیدونم پدر و مادر اینجا میبینن این ویدیو رو یا نه. عزیزان من، در عین حال که بچه‌هاتون داره مدرسه میره و یه عالمه درسایی که میخونه که شما هم میدونید منم میدونم به دردش نمیخوره، اون مهارت ها، اون چیزایی که باید بهش منتقل کنی ایناست. اگه بچه دبیرستانی داری این ویدیوها رو باید بذاری، بشینی بگی بیا بشین دخترم پسرم بشین اینا رو با هم تماشا کنیم، باید راجبش با هم دیگه حرف بزنیم.
اینا رو یاد میدن به بچه هاشون که میبینی اینجوری رشد میکنه. بریم بعدی. من تو این حوزه میخوام حرف بزنم 2 ساعت بعد براتون حرف بزنم، درد دل هممونم باز میشه. So here we are, 7 years, 500 interviews later, خب and I'm حالا ببین نگاه کن، من خودم واقعا با این خیلی ارتباط برقرار کردم. یکی از حالا اولین ویدیویی که من خودم استفاده کردم برای یادگیری زبان همین ویدیو بود. طرف 500 تا اینترویو کرده تو 7 سال و اینو حالا نتیجهش اومده زیر 3 دقیقه، اولاش 3-4 دقیقه داره به شما تحویل میده. حالا بریم زبانش رو هم گوش کنیم یه بار دیگه. So here we are, So 7 here we are. years, 500 interviews later, and I'm So here we are. So here we are. so here we are, خب 7 حالا years, 500 interviews later, and I'm و حالا امروز. So here we are و حالا امروز. so here we are, 7 years, 500 interviews later, and I'm So here we are 7 years 500 interviews later 500 interviews later. خب من اینجا کلمه interviews رو Interviews. یه بار دیگه. Interviews. Interviews. interviews میشه مصاحبه، مذاکره، مصاحبه کردن. یه بار دیگه گوش کنیم با هم. Interviews. Later. بعدن. خب ببینیم ادامه بدیم با هم دیگه. I'm going to tell you what really leads to success, and خب دقت کنید دوستان گلم. ببین یه بار I'm going دیگه. to tell you what really leads to success, ببین and اصطلاح، حالا تو موسیقی یه اصطلاحی داریم میگن به اینا آکسان گذاری. ببین آکسان اون تأکید رو کجا میذاره؟ یه بار دیگه گوش I'm کن. going to tell you what really leads to success, And I'm gonna tell you what really leads to success. And I'm gonna tell you what really leads to success. And I'm gonna tell you what really leads to. ببخشید دکتر متولی زاده، اینجا گاناش گوش پس. این الان اینجا گانا ما نمیبینیم که الان تو این جمله که I'm going to tell you. گانا کجاست عزیزانم؟ going to I am going to رو میشه I'm gonna G-O-N-N-A I'm gonna. یه بار دیگه گوش کن. I'm going to tell you what really leads to success. So بنابراین I'm going to میشه I'm gonna. I wanted to میشه I wanna. خب حالا اینا رو خلاصه رو بعد یه دفعه تو یه ویدیو اینا رو هم باز براتون جمع کنم. I'm going to tell you what really leads to success. I'm gonna tell you what really leads to success. یه بار دیگه I'm با هم going to دیگه. tell you what really leads to success. یه بار دیگه خیلی خوبه. I'm going to tell you what really leads to success. I'm gonna tell you what really leads to success. من به شما میخوام بگم که واقعا چه چیزی منجر به موفقیت میشه. And makes testers tick. خیلی خوب. And make testers tick. And makes testers tick. خب بچه اصطلاح testers در واقع حالا این تدی ها مثل شما، مثلا من به شماها میگم صدای استرالیایی ها، میدونی چی میگم؟ VOAU ها اینجوری. خب اینا حالا اینا که تو تد هستن میگن testers tick. خب تیک رو با هم دیگه ببینیم بچه ها. Tick. 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 تیک همون میشه تیک زدن، علامت، عرضم به حضور شما به قول معروف. و شما تدیکا رو چی میشه به کار مندازه. حالا ببینیم، حالا الان میخواد از اینجا به بعد چیکار کنه؟ از اینجا به بعد میخواد این قوانین موفقیت و اینا رو بیاد دونه دونه توضیح بده. خب رفقا من سعی میکنم ویدیو رو هولوش 30 دقیقه برای شما دوستان گلم نگه دارم که حوصلتون هم سند نره، ولی اگه واقعا تا اینجا صفا کردی با ویدیو مطمئنم که لایک و سابسکرایب اینا رو ترکوندی. بریم بچه‌ها اولین قانون ببینیم. اولین قانون موفقیت چیه؟ The first thing is passion. And the first thing is passion. And the first thing is passion. The first thing نیست. The first thing هم نیست. The first thing is passion. یه بار دیگه گوش کن. The first thing is passion. The first thing is passion. The first thing is passion. یه The بار first دیگه. thing is passion. اولین مورد اشتیاق. حالا passion رو بریم با هم دیگه گوش بده یه بار دیگه. Passion. 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 خب شور، عشق، احساسات بچه ها شدید رو میگن. پشن اون علاقه عجیب و غریب نسبت به یه موضوع رو میگن. ببین یه موقع هست ما به یه موضوعی خیلی علاقه داریم، خب یه موقع هست مثلا میمیریم برای یه چیزی. ببین مثلا من یه دوستی دارم، من چون خودم از سیرابی متنفرم، شما هم شاید همینطوری باشید، خب ولی یه دوستی دارم این اصلا اسم کلمه سیرابی ها میاد باید بره بخوره. این اینجوریه، گوش میکنی اینو بهش میگن پشن. یه بار دیگه ببین.
passion, passion. پس اولین قانون موفقیت پشنه. حالا بریم با هم دیگه. Freeman Thomas says, I'm driven by my passion. یه بار دیگه گوش کن. Freeman Thomas says, I'm driven by my passion. Freeman Thomas says, I'm driven by my passion. بچه میبینید کجا چیز میذاره I'm driven by passion. Freeman Thomas says I'm driven by passion. خب says میشه گفتن. says, خب نگاه کن اینجا چون سوم شخص اس آورده اضافه کرده. توجه کردی؟ حال ساده به این اصطلاح میگیم. آقا حال ساده چجوری باید جمله بسازیم؟ اصلا جمله ساده چجوری باید بشه؟ توی یه ویدیو کاملا تمام زمانها رو اومدم برات جمع کردم. تو گرامر برو ببین. تمام زمان 12 تا زمان انگلیسی رو من جمع کردم با مثال و کاربرد شلوغ پلوغا. فایلش هم گذاشتم تو کانال تلگرام که لینک کانال تلگرامم توی دسکریپشن ویدیو میتونید پیدا کنی. سز چرا سز هست اینجا؟ اونجا توضیح دادم. فریمن توماس یکی از افراد موفقه. خب میگه یه بار Freeman Thomas says, I'm driven by my passion. I'm driven by my passion. I'm driven یعنی چی؟ driven, اصلا از کجا میاد؟ خب driven عرضم به حضور شما as a drive شده drove. اینو اصطلاحاً بچه‌ها بهش میگیم past participle. قسمت سوم فعله. حالا چرا این جمله اینجوری نوشته شده؟ دوباره ما اونجا باید بری نگاه کنی. I'm driven by my passion. خب حالا driven یعنی چی؟ ببین drive از drive گرفته شده دیگه. drive میشه راندن، بردن، کوبیدن، تحریک کردن، رانندگی، اتومبیل راندن. drive دارید میبینید معنیش اینجا. خب driven میشه محرک، تحریک شده، هدایت. I'm driven by my passion. من توسط اون اشتیاق و اون عشق سوزانی که دارم اصلا به سمت جلو دارم حرکت میکنم و میرم. ببین بعدی رو بریم با هم دیگه ببینیم. Tedsters do it for love, they don't do it for money. Carol Tedsters do it for love, they don't do it for money. Tedsters یعنی یعنی کی؟ یعنی این افراد موفقی که میان تو تد صحبت میکنن do it for love, they don't do it for money. یه بار دیگه ببینیم با هم. Tedsters do it for love, they don't do it for money. Carol Tedsters do it for love, they don't do it for money. Tedsters do it for love, they don't do it for money. Carol داره میگه تدسترز یعنی حالا اینا که به قول معروف میان تو تد سخنرانی میکنن do it for love برای عشقش انجام میدن. They don't do it for money. اونا برای پول این کار رو انجام نمیدن. They don't do it for money. فکر کنم تمام کلماتی که اینجا هست مشخصه. ادامه بدیم با هم دیگه دوستان گلم. Coletta says, I would pay someone to do what I do. Coletta says, I would pay someone to do what I do. Coletta says, I would pay someone to do what I do. ببین دوباره میخوام اینجا این آکسن رو I would pay someone to do what I do. I would pay someone to do what I do. Carol Coletta says I would pay someone to do what I do. ببین بچه چی داره میگه؟ داره میگه که این حالا بنده خدا کارل کولتا چی میگه؟ میگه حاضرم به کسی پول بدم تا اون کاری که من انجام میده رو انجام بده. And The interesting thing is if you do it for the interesting thing is و interesting جالب و نکته جالب اینجاست که ببین for love, the money comes anyway. خیلی بچه جذابه ها. For love, the money comes anyway. And the interesting thing is if you do it for love then money comes anyway. If you do it for love the money comes anyway. اگر اون کاری که دارید انجام میدید رو مثل این کاری که من الان دارم انجام میدم، من واقعا این ویدیو رو با عشق برای شماها درست میکنم چون عشق من یاد گرفتن و یاد دادنه. واقعا به معنی واقعی کلمه پشن. اگه از من بپرسید که دکتر متوجه شده پشن تو چی، من میگم پشن من ادویکیشنه، اینکه یاد بگیرم یه چیزی و بعد اونو یاد بدم. من کیف میکنم، یعنی دوست دارم تمام شماها بتونید روون انگلیسی صحبت بکنید. If you do it for love the money comes anyway. For love, the money comes anyway. بچه‌ها این جملاتی که دوستان گلم، پدر مادرای عزیز، ببخشید بعضی وقتا من باید این گریزا رو بزنم سری برگردم چون اینا باید یاد بدیم، اینا رو باید یاد بدیم به بچه‌هامون. If you do it for love the money comes anyway. بدون که بچه رو بیچاره بکنی، پدرشو در بیاری، بفرستیش کنکور و بعدم رشته قبول بشه که هرگز دوست نداره ادامه بده و هرگز توش کار نخواهد کرد. ببین آقا تو چه موضوعی استعداد داره؟ به اون کاری که استعداد داره، عاشقش روزی 10 ساعت حاضر پاش وقت بذاره، اونو بذار انجام بده. The money comes anyway. The money comes
Anyway, if you do it for love, اگه اون کار رو برای علاقه انجام بدی، پول در هر صورت برای شما دوستان عزیز خواهد آمد. خیلی خوب رفقای گلم، الان تقریبا 30 دقیقه شد که من تقدیم شما بودم. ادامه این ویدیو رو توی قسمت های بعد تقدیم شما رفقای گلم خواهم کرد. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشی. ویدیویی که اعتقاد دارم من به معنای واقعی کلمه میتونه زبان انگلیسی شما رو به صورت انفجاری رشد بده. ادامه این متن و بقیه قوانین موفقیت رو تو ویدیو بعد ادامه خواهیم داد. میبینمت، موفق باشی.